بر شما از رود سربخش زرفشان السلام. از صفای چشم ساران بدخشان السلام. از خوجنده باستان و ملک ختلان السلام. از تمام تاجیکان و تاجیکستان السلام. салом тамошобинони азиз ҳаводорони барномаи ангубин. инак шумораи навбатии барномаи ангубинро тариқи телевизиони баҳористон аз маркази рухшии кӯдаконаи аладдин пешкаши шумо мегардонем. бояд қайд намуд ки иштирокчии барномаи имрӯзаи мо ба шумо аз кӯҳҳои сарбаафлокашидаи бадахшон салом овардааст ва мехоҳад тамоми ҳунару маҳорати худро пешкаши шумо гардонад. итминони комил дорем ки шумо низ интизори он ҳастед ки ҳарчи зудтар барномаи мо оғоз ёбад ва иштирокчии мо аз кӯҳҳои сарбаафлокашидаи бадахшон ба шумо шеърҳову қиссаҳо ва афсонаҳои зиёдро пешкаш гардонад. ва тамошобинони азиз хотиррасон мешавем ки айни замон мо дар маркази хушии кӯдаконаи аладдин қарор дорем ва ҳамзамон бояд қайд намуд ки сарпарасти барномаи мо низ маркази хушии кӯдаконаи аладдин мебошад. سلام ستریما. سلام ای مخلصان دل، ای مشفقان جان، مشتاق‌های دست به دامان زندگی. سلام پیوندهای رو، مردمکان چشم، مقدمات بالای سر. سلام. خیلی خوب، شما به نهایت سلامنامه بهترین رو آماده نمودید. احسن به شما. خب بار دیگر با برنامه ما خوش آمدید. میگفتید که با برنامه ما با همراهی کی اومدید؟ با همراه مادرم. خیلی خوب. نام شما چیست؟ من عربشی و ستریما گلزار خانوه. من در کوهستان بدخشان شتم به دنیا آمدم. در دهه شتمی ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمدید، همین طور نه؟ خیلی خوب. ما نیز از دیدار شما به نهایت شاد شدیم، زیرا شما اولین نفری هستید که میانی اینقدر اشتراکچیانی برنامه انگوبین که شماره آنها از 50 نفر زیاد است، شما اولین نفری هستید که از ولایت مختار کوهستان بدخشان به نزد ما آمدید و فکر میکنم که تماشابینان تلویزیونی بهارستان نیز از دیدار شما خیلی شاد گشتند و انتظار آن هستند که شما درباره اویلاتون با ما صحبت میکنید و شعرهای دلنشین خود را قرائت می‌نمایید. خب بیاید از آن آغاز میکنیم که شما در اویلا چند نفرید؟ 4. 4 همین طور نه؟ خب از این اویلاتون رو برای ما نامبر کنید. پدرم و مادرم و خواهرم و خودم. بیشتر میگفته که کی رو در اویلا دوست می‌دارید؟ پدرتون رو یا اینکه مادرتون رو؟ راستش رو گوید فقط. دوتاش رو. هر دوشون رو. آفرین. خواهرکتون رو چی دوست نمی‌دارید؟ خواهرتون چی نام دارد؟ سلیمه. سلیمه. او چند ساله است؟ 1 ساله. شما چند ساله؟ من 4 ساله. خیلی خوب. شما کلانید یا اینکه خواهرتان؟ من. برای چی خواهرتان نه؟ خواهرم 1 ساله است و این طور. خواهرتان 1 ساله است، برای همین ها؟ آفرین. اکنون میگفتید که درباره کدومی از اعضایان اولادتان شعر میدونید؟ درباره مادر شعر میدونید؟ مرحمت کنید شعرتان را قرائت کنید. عزیز و مهربانم کیست مادر؟ فروغ دیدگانم کیست مادر؟ مرا با رنج تربیت کرد همیشه بر زبانم کیست مادر؟ تشکری زیاد. درباره پدر چی شعر نمیدونید؟ میدونید؟ کنی با ما گوید؟ ای پدر جان خاک پایت میشوم، وقت پیری من عصایت میشوم، با همه دار و نداری زندگی روی اولی کفش پایت میشوم. آفرین. درباره خواهرکتان یگان شعر ازیاد نکردید؟ میدونید؟ کنی گوید؟ سلیمه جان روزی مولودت رو با یک جهان آرزوی آن دارم بگذار همیشه، چون رودکی خوش بیان چون سری در روزا فقط باشد
تبسم در لبانت الها درد نبین جسم و جانت فقط 100 سال عمر دو بهاران امید آرزو بینه دو خندان بام ابد به پایان گل بود ما اریان شد دولت ما و گلزار خان خرما و سطر ما. آفرین، یعنی شما از نام خود و دیگر پیوندانتان خواهرچه‌تان را با روز مولودش تبریک گفتید ها؟ آفرین. معلوم شود که شما عائله خود را به نهایت دوست می‌دارید و برای آنها شعرها هم از یاد نمودید ها؟ خیلی خوب. امیدواریم باوری کامل داریم که اعضایان عائله شما همه یکجا سرجم شما را تماشا کرده ایستادند و از شعرهای خوانده شما خرسند شدند ها؟ آلوچه گلی بادام من دخترکی دادام شینه چای خورد من چای ریزکی دادام. آفرین. تماشاگران عزیز، چنانی که خود شما شاهد گشتید از سخنهای ما سطر ما فرح گرفته باز یک شعر دیگر رو برای ما قرائت نمود و حتما هنگامی که شما به خانه می روید به فکر من که الکی والدانتون برای شما هم شیرینی ها و تحفه های زیاد آماده کردند. می گفتید که ما در کدام کشور زندگی میکنیم؟ وطن ما کدام شهر است؟ کدام جمهوری است؟ جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است میدونید؟ کدام شهر؟ شهر دوشنبه. آفرین. شما درباره شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان و عموما وطن یگان شهر میدونید؟ خب مرحمت شعرتان را خوانید. وطنی من جان من نوری دو چشمان من آغوش دیره باید راحت و روان من با تو کنم افتخار ای وطن جا با تو یمن بختیار ای وطن جا. آفرین. یعنی شما درباره وطن هم شعر میدونید ها؟ خب چون سخن درباره وطن میرود میگفتید که مقدسات ملی را نمبر کرده میتوانید. مرحمت. پرچم، نشان و سرود ملی. آفرین. درباره این مقدسات شعر میدونید؟ مثلا درباره پرچم تاجیکستان از چند رنگ عبارت است؟ سرخ، سفید، سبز. اما اکنون کنی درباره پرچم تاجیکستان شعر گوید؟ پرچم تاجیکستان سیران کرده در بر در ای آن شکفته گلای اختا سرخی باشد نشان عزم جان نثار در رنگ سبز درج است سبز آی کشور باید که سبز باشد این خاک ما سراسر. آفرین. اکنون میگفتید که سرود ملی جمهوری تاجیکستان را کی نوشته است؟ شعر گلنظر کلدی آهنگ سلیمان یودکوف. خب اکنون بیاید مادام که سخن درباره وطن میرود درباره مقدسات آن بیاید میگفتید که قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان کی‌هایند؟ 6 تا ها؟ آفرین. انا اکنون قهرمان‌ها را نمبر کنید. صدرالدین عینی، بابا جان غفور، امام علی رحمان، مرزا تونسن‌زاده، نصرت الله مخزوم، شیرین شاه شاه تیمور. آفرین. به همه ما معلوم است که قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان از جمله صدرالدین عینی، باباجان غفورов و میرزا تورسونزاده اثرها، شعر و غزل‌های ایجاد نموده خود را دارند ها؟ شما از ایجادیات این شاعران و نویسندگان یگان شعر میدونید؟ مثلا از میرزا تورسونزاده. میرزا تورسونزاده جان شیرین اینقدر جنگم مکن اینقدر بیهوده دلتنگم مکن گشته از سفر باز آمدم باز در نزدت به پرواز آمدم هر کجا که خواب کردم خیستم هر کجا که بود جای زیستم این دلی من منزلی یادی تو بود راد روی آبادی تو بود بی تو نگذشت از گلویم آبم بی تو در چشمم نیامد خوابم بی تو یک روز من 1 سال شد بی تو دل غش چون اطفال شد بی تو دیدم گرچه زیبا دختران
به تو بشنیدم سرودی عاشقان، به تو در دود و تماشاها شدم، به تو گوی و بلبلی گویا شدم. لیک در پیشی نظر روی تو بود، جلوه های چشم ابروی تو بود. جان شیرین پس دگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. تشکر زیاد. تماشاچیان عزیز، خاطررسان می‌شویم که این زمان ما در مرکز رخشی کودکان الدین قرار داریم و اشتراکچی برنامه امروزه ما سطر ما از ولایت مختار کوهستانی بدخشان میباشد و این زمان سطر ما بهر ما پارچه را از دوستان جانی شیرین میرزا ترسونزاده قرائت نمود و لحظه های جالب دیگری برنامه انگوبین در پیش هستند. از این رو ما رو همراه باشید. خب شما سطر ما این زمان از میرزا ترسونزاده برای ما شعر قرائت کردید ها؟ می توانید از شاعران کلاسیک برای ما یگان شعر خوانید؟ از کی میدونید شعر؟ از ناصر خسرو. از ناصر خسرو. مرحمت. چی نام دارد؟ این شعر است، غزل است یا اینکه داستان؟ قطعه. قطعه. همین طبعه. چی نام دارد؟ عقاب. عقاب مغرور به فکرم ها؟ تماشاچیان عزیز، به شما نیز توصیه می‌دهیم که این قطعه را با دقت تماشا کنید. مرحمت. قطعه ناصر خسرو، عقاب مغرور. روزی ز سری سنگ عقابی به هوا خواست، از باری طمع بال و پری خویش بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت، امروز اما روی زمین زیر پری ماست. گر اوج بگیرم بپرم از نظری شید، میبینم اگر ذره اندر تک دریاست. گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد، جنبیدن آن پشه عیان در نظری ماست. بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید، بنگر از این چرخ جفا پیشه چه برخاست. ناگه زی کمینگه یکی سخت کمانی، دیری ز قضا و قدر انداخت و او راست. بر بال عقاب آمده هم تیر جگر سوز، و صبر مرو را به سوی خواب فرو کاست. بر خاک به افتاد و بغلطید جماهی، وانگه پر خویش بکشید از چپ از راست. گفتا عجب است این که ز چوب است و ز آهن، این تیزی و تندی و پریدنش کجا خواست. بر تیر نگاه کرد و پری خویش در او دید، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست. اجت تو منی را ز سری خویش بدر کن، بنگر به عقاب چه او کرد و چه او خواست. بینگر به عقابی که منی کرد و چی ها خواست. همین طبعه. تشکر زیاد. به ما به نهایت پسند آمد و باوری داریم که تماشاچیانی که این زمان ما رو تماشا کرده ایستادند به شما احسان میخوانند و به آنها نیز پسند آمد. تماشاچیان عزیز، حتما شما نیز این قطعه را دسترس نموده از یاد نمایید، زیرا این قطعه بهترین قطعه است و مضمون بلند نیز دارد. خب صحبت خود را ادامه میدیم. میگفتید که باز از کی شما شعر میدونید؟ داستان محمد و صبا جان. داستانی محمد و صبا جان. مرحمت، ما شما رو گوش داریم. چه گپ شد که صبا جان دخترچه آلا خان به خانه محمد وحده دادونه آمد. محمد به این تیزه چشمش برای اون چار شرفه پاکیشونی جانب در میدوید. در یک مکتب آنها دانشطلب آنها در یک پرتو میشینند، مهربان و قرینند از سجنان شتابان. اما از صبا جان میبارید از سرخشون، از استفاده دامنش برد به دسترخوان ویفکن میوه و خلچه و خن سانی تکلیف برام کرد، واقعه را دوام کرد. محمد میدونی چی؟
به خانه آمد زوجی آمد از سلام گفت تو زنکی آلوفته باش گلی بار آور میوه بسیار آور مناسبی ار یک کس شام و ادلان و اطلس لگند و لاله آپر است آنای خوش آن قبول کرده مهمانا دیر آمدم به اینجا مایوس شدم محمد به تولد در آمد شوار نکن صبا جان اول در مکتب آخوام بیتم از یک میمانم درسم را نمیدانم صبا از او ورا شد از او رنجیده گفت او شد کجا محمد زوجی به افهم آمد وی دختری کلام سال جلوه زور و فعال قامت بلند و خوش و باید اکنون شود صبا جان در برش بود بهتر از خواهرش بود. آفرین، به نهایت داستانی پرمضمون همین طرح و شوق‌آور هم هست و تماشابینان عزیز باوری دارم که با شما نیز پسند آمد. خب می توانید باز یگون داستانی دیگر رو برای ما گویید؟ آیا شما افسانه میدونید؟ کدام افسانه درباره چی است؟ خرگوش. خرگوش؟ این افسانه رو شما از کجا ایجاد کردید؟ با شما کی نقل کرد؟ معلمه هم. معلمتون کیست؟ چینی گل. آفرین. خب اول بیاید افسانه شما رو گوش میکنیم و پس آن با معلمتان رحمت میگوییم. همینطور نه؟ مرحمت. بود نبود یک خرگوشکی ترسناک بود ولی جنگل میرفت یک بار میره گریه میکرد با آهسته آهسته کلان شد او خرگوش خود را تعریف کرد گفت که من از گرگ نمیترسم از خیش نمیترسم از ریبان نمیترسم و خرگوشک میهای انجوره هاش را جمع میکند یک خرگوشک می آمد گفت که تو از گرگ نمیترسی میگفت نه من از گرگ نمیترسم از خیش نمیترسم از ریبان نمیترسم از سگ نمیترسم با امو خرگوش خوش تعریف کرد با میلفتن جنگل یک گرگ می آمد گرگ خیلی گرسنه می بود گفت که شکمکم یک خرگوشک بیاوم غرمش بعد امو خرگوشش تعریف کرد امو خوش در زمین می پرتوف به اوشید گفت که امو گرگ می آمد ای خیمه بینش گفت که من ایره نمیخورم یک کسلی داره با میرفت امو خرگوشکا بکلواتم زورم امو وفر بیان امو وارا میخورم او میخست که با خرگوشکا را جمع کرد در گردش با می گفت که من دیدی من چه خیزورم گرگ ندیدن گفت که نه من گرگ کشتم گفت که تو قزور شدی گفت که او یا خرگوشا گفت که چه زدیش گفت که من زدمش مردک با دروغش کرد امو خرگوشا را یعنی او دروغ نگفت گفتک با تمام شد. خب صحبت خود را ادامه میدهیم. میگفتید که یک سال از چند فصل عبارت است؟ بهار، زمستان، تیر ماه، تابستان. آفرین. و شما بیشتر کدام فصل معقول است؟ بهار. برای چی بهار؟ من میفورم گل میچینم. در فصل بهار یعنی گل ها میبرند و شما گل ها رو میچینید ها؟ خیلی خوب. فصل تابستان برای چی با شما پسند نیست؟ برای که من گریپ میشوم. در فصل تابستان شما زکام میشوید؟ برای چی زکام میشوید؟ چی کار میکنید؟ برای که اونجا برف میبارد. نه، شما فصل زمستان را در نظر دارید ها؟ فصل زمستان برف میبارد، هوا خنک میشود ها؟ کنی با ما راستش رو گوید، شما برف میخورید؟ نمیخورید؟ راستش رو گوید، یگان بار هم نخوردید؟ بله، واقعا هم ما باید برف رو استعمال نکنیم، زیرا در برف میکروب های زیاد جا گرفتند و همزمان برف خنک است و ما میتوانیم
کدام چگونه بیماری رو با خود گذرانیم؟ زکام ها؟ زکام. آفرین. درباره یگان فصل سال شعر میدونید؟ بهار آمد به نیک روزی، بچین گل آوای نوروزی، بپوش داغی گلدوزی، بهار مبارک باد. آفرین. خب اکنون بیاید موضوع رو دیگر میکنیم ها. شما حیوان ها را دیده اید؟ حیوان ها چند نمود میشوند؟ وحشی و خانگی. وحشی و خانگی. کنی حیوان های یک چند حیوانی وحشی رو برای ما نام بر کنید؟ شیر، پلنگ، ماهی. ماهی هم حیوانی وحشی است؟ حیوان خانگی. خب یعنی ماهی نمیتواند ما را گزدن درنده نیست، ولی به هر حال هستند نوعهای دیگری ماهی، نمودهای دیگرش هستند که آنها برای ما خطرناک هستند. همین طور نه؟ آفرین. میگفتید که از حیوانهای وحشی به شما کدام حیوان پسند است؟ حیوانی بز. بز؟ بز حیوانی وحشی است؟ خانگی. خانگی. یعنی از حیوانهای خانگی به شما بز پسند است ها؟ برای چی بز؟ شیر دارد. شیر دارد. شما در خانه‌تون بز دارید؟ بعد در کجا دیدید که بز شیر دارد و بز را دوست داشتید؟ در پامیر. در پامیر دیدید ها؟ آفرین. خب از حیوانهای وحشی نگفتید که کدامش را دوست می‌دارید؟ فیل. فیل؟ خیلی خوب. برای چی فیل؟ فیل ها؟ بینی دراز دارد. برای بینیش دوست می‌داره. آفرین. یعنی طبع شما به نهایت طبع جالب بوده است، همین طور نه و فرق کننده. ما پیش از آنی که به دوشنبه آید در شهر روغون هم بودید ها؟ می توانید درباره نیروگاه برقی آبی روغون یگان شعر گویید؟ ایا راغون، امروز تو را سازیم، بانم تو فقرم، بانم تو نازیم. شعر درباره روغون را به شما کی یاد داد؟ معلمه هم. معلمتان؟ پدر من در گیس روغون کار میکند. چی کار میکنن؟ مهندس. مهندس. آفرین. خب میگفتید که شما در آینده کی شدن میخواهید؟ دکتر. دکتر میشوید. برای چی دکتر میشوید؟ برای که همه را اکال میکند. یعنی با همه سوزندارو میگذارانید ها؟ آفرین. در آخر برنامه شما چی گفتن میخواهید؟ من میخواهم سلامم را بابا جانم، آریان شاه، اسمت الله و گلباب تمام سلامم را با او برسانم. یعنی شما به نزدیکان و پیوندانتان سلام رساندن میخواهید ها؟ و باوری داریم که پشت اکران ها آنها نیز به شما سلام میگویند و میخواهید با یگان شعر برنامه را جمع بست کنیم. یک شعر مادر کتی بگویم. یعنی شما میخواهید در آخر برنامه در رسیب مادر یک شعر قرائت کنید ها؟ آفرین. مرحمت. مادر جانم، مادرم، خیلی دستت میدارم، برویم تو یگانه فیض این در و خانه، سهر خیزی مادرم، باغچه بری دادرم، ولی روی اشتابان آش میپزید دودوان، تازان روی به بازار برداری بهر بسیار، باور بکن مادر جان از اما خودت چقان، از ددایم خود از زر، از اکویم خود از زر، همیشه باشی جوان پیر نشم مادر جان، بیا بوسم از رویت، بیا بوسم از مویت، نکش جایم نه جنبان، خودت رفته بیارنان. آفرین. یعنی شما به همه کار راضیید تنها به خاطر آنه که به شما رو کار نفرمانند ها؟ آفرین.
тамошобинони азиз, шеъру ғазал ва достанҳои медонистаи сатри мо басо зиёданд, вале фурсат танг аст ва дар ҳамин ҷо мо бо шумо хайру хуш мекунем. мо аҳли эҷоди барномаи итминони комил дорем ки дар кишвари мо чунин кӯдакони хушзавқу соҳиби истеъдод ба монанди сатри мо ва дигар қаҳрамонони барномаи ангубин басо зиёданд. ва агар фарзанди шумо низ шеърҳои зиёд медонаду новобаста ба хурдсолии хеш ягон ҳунару маҳорати махсус дорад, пас барномаи ангубин муаррифгари истеъдоди уст. нишонии мо шаҳри душанбе, кӯчаи шеру 31, телевизиони баҳористон. то дидори навбатӣ дар барномаи ангубин. Хай!